2 ژوئیه 2019 زنی به اسم بتی با نگرانی در مورد دخترش با اداره پلیس آرورا تماس گرفت. اون گفت چند روزیه نتونسته با دخترش تماس بگیره. وقتی مامورای پلیس به خونه دخترش رسیدن، چیزایی داخل خونش پیدا کردن که خیلی پیچیده‌تر و نگران کننده تر از چیزی بود که هر کسی میتونست انتظار داشته باشه. بتی گفت که صبح همون روز به اون خونه رفته و ماشین امبر هنوز توی حیاط خونه پارک شده بوده. گوشیش داخل خونه جا مونده بود و تمام کارت‌های اعتباری و مدارک مهمش هم توی خونه بودن، اما اثری از امبر نبود. وقتی پلیس برای اولین بار به خونه فرد گم شده یعنی امبرزادو رسید، فقط بچه‌های اون درو باز کردن و ادعا کردن پدر مادرشون نیستن. اما پلیس‌ها خوشبختانه تونستن با کمک بچه‌ها با پدرشون کیت تماس بگیرن تا رضایت لازم برای ورود به خونه رو دریافت کنن. کیت هیچ مشکلی با تفتیش خونش نداشت. زمانی که یکی از مامورا داشت با کیت حرف میزد، مامور دیگه بلافاصله شروع به بازرسی ملک کرد. In the bigger picture, what's going on? Man, me and Amber drink a lot and we fight a lot, and she likes to walk away, or actually drive away, and I took her keys from her so she couldn't drive away. She grabbed her purse, slammed her phone on the ground and left, and I have not seen her since. Did you actually see her leave, or you just assumed she left? No, sir. I begged her to stay on the couch. We fought a little bit more, and I said, well, whatever, Amber, you sleep out here on the couch, I'm going inside. I don't know, it was like 2 or 3 in the morning, and then when I woke up at 9 or 10 o'clock Sunday morning, there was a letter on the fucking coffee table. منظور کیت این نام است که نشون میداد شاید امبر خودکشی کرده باشه. تو نگاه اول این یادداشت مثل یه خداحافظی میمونه، اما چیزی توی این یادداشت خیلی مشکوکه. طبق تحقیقات پلیس، امبر ظاهراً یه آدم فعال توی جامعه بوده و عاشق بچه‌هاش. اون حتی برای اینکه وقت بیشتری با بچه‌هاش بگذرونه به طور داوطلبانه توی مدرسه ابتدایی اونها کار می‌کرده. برای همین اصلاً با عقل جور در نمیومد که توی نامش حتی اشاره‌ای به اونها هم نکنه. اما نگرانی پلیس زمانی بیشتر شد که کیت اعتراف کرد که به شدت مست بوده و دقیقاً یادش نیست که دعواشون فیزیکی شده یا نه. Has she ever threatened to hurt herself in the past, or was this? Oh, she has. The last 5 years, it's been her go-to. I hope you don't mind me asking you personal questions, but is it possible she's seeing somebody else and she stays there? Oh, for sure, yes. She's been. That's another thing. That's why we fight all the time. She's been seeing somebody for about 5 years now. یه دعوا تو حالت مستی، شاید یه دعوای فیزیکی، اونم به خاطر خیانت، باعث شد تا پلیسا متقاعد بشن شاید اصلاً امبر خونه رو ترک نکرده و سرنخهای بیشتری باید تو خونه باشه. تو همین فاصله بتی مادر امبر به همراه همسرش برای ملاقات با پلیسا اومدن. بتی مادر امبر هم معتقده که این یادداشت‌ها خیلی مشکوکن، اما فکر نمی‌کنه که دامادش یعنی کیت ربطی به ناپدید شدن امبر داشته باشه. طبق گفته بتی، کیت و امبر گهگاهی با هم بحث می‌کردن، اما هیچ وقت اوضاع به خشونت نمی‌کشید. همینطور که پلیس به جستجو ادامه میداد، زبان بدن اونها نشون میداد که یه بوی تعفن یا بوی فاسد شدن چیزی اونها رو اذیت میکنه. داخل سطل زباله گاراژ یه اسلحه بود و زیر خرت و پرتا جسد امبر با جای گلوله‌ای توی سرش. حالا دیگه کاملا مشخص شده بود که این پرونده قتل نه خودزنی. I searched the house. My fear was, something funky. I looked in that trash bin. Okay. There was nothing in it. Okay. Well, when was that? When did... I was here about 9 a.m. بتی مدعی بود که صبح اون روز سطل زباله رو بررسی کرده و هیچی توش نبوده. با این وجود فقط چند ساعت بعد یه جسد و یه اسلحه توی اون سطل پیدا شد. چیزی که بیشتر از همه مامورا رو متعجب می‌کرد رفتار خود بتی بود. با وجود همچین موقعیتی و احتمال خودکشی کردن دخترش، اون رفتار عجیباً آروم و بی‌تفاوتی داشت. حالا اظهارات اون خودش رو توی مزان جدی اتهام قرار میداد و پلیس‌ها رو به این احتمال میرسوند که شاید خود بتی تو مرگ امبر نقش داشته. حالا تو این شرایط کیت همسر امبر که تلفنی اجازه ورود به خونه رو داده بود، تلفنش رو خاموش کرده بود و کاملا ناپدید شده بود. خود کیت اولین مظنون بود، چون به خاطر خیانتی که گفته بود همسرش بهش کرده و مست بودنش تو اون شب تمام انگیزه‌های لازم رو داشته. پلیس با یه قتل پیچیده طرف بود.
حالا کار باید به بازجویی از تک تک اعضای خانواده امبر میرسید تا مشخص بشه کی داره یه چیزی رو پنهان میکنه و قاتل واقعی امبر کیه. اگه به رفتار پدر ابی دقت کنید، استرس و نگرانی رو میتونید تشخیص بدید. I don't want to also alarm you, but I also believe in being as honest as we can with loved ones. We may have found Amber. But we're not completely sure yet. Just do it. Just do it. We're not pointing fingers or making accusations at this time, but is there any reason Keith would have hurt her? No, I really don't. I wish I could tell you more. I could tell you. اما این رفتار پدر از روی شوک بود یا داشت چیزی رو پنهان می‌کرد؟ از اون طرف مادر ابی با یه لبخند محو روی صورتش کاملاً برعکس. تو بازجویی اون حتی یه لحظه هم دستاشو پایین نیاورد. این همه استفاده از دست میتونه نشون دهنده این باشه که مغز اون در اون لحظه در حال ساختن یه داستان ساختگیه و در واقع اون از دستاش استفاده میکنه تا بازجوها متوجه فاصله بین کلماتش نشن. It had an ungodly trash odor, honestly. But I tried to, there's some carpet square on the top, and didn't see anything and I went out. بتی که حالا خبر قتل دخترش رو شنیده بود، با همون قیافه آروم عجیبش ادعا میکرد که اون روز صبح تو سطل آشغال نه جسدی دیده بوده و نه اسلحه‌ای. ادعایی که بیشتر اونو زیر ذره‌بین می‌برد. تو بازجویی مشخص شد که بچه‌های امبر آخر هفته خونه مادر بزرگشون بودن. پس مشخص شد که چرا هیچ صدای گلوله‌ای نشنیدن. اما آرامش غیرعادی اونا و تأکیدشون به این که ازدواج پدر مادرشون همیشه ناپایدار بوده، بازرس‌ها رو به این مشکوک کرد که انگار بچه‌ها دارن از کسی محافظت میکنن. همه چیز به طرز عجیبی گیج کننده بود تا اینکه خبری از پازل گمشده داستان رسید. ظاهراً کیت چند ساعت بعد از تماس تلفنی با پلیس رفته پیش خواهرش و به همه چیز اعتراف کرده. شهادت خواهر کیت بالاخره همه چیز رو برای بازرس‌ها روشن کرد. خود کیت هم اعتراف کرد که یه درگیری خشونت‌آمیز سر پول و خیانت داشتن و بعد اسلحه‌اش اتفاقی و ناخواسته شلیک کرده. حالا کاملا مشخص شده بود که کیت مسئول اصلی قتل امبره. اما هنوز یه چیزی عجیب بود. اون یادش نمی اومد که جسد رو توی سطل زباله انداخته باشه. از طرفی پلیس هیچ وقت نتونست مشخص کنه که چرا مادر امبر اون روز صبح چیزی توی سطل آشغال ندیده بود. شما چی فکر میکنید؟